الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا. اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند. هیچ گونه اختلافی و هیچ گونه کدورتی که منجر به جدایی و قطع روابط و این نسبت ها باشد وجود نداشته. اگر اختلافی هم وجود داشته در حد یک اختلاف سیاسی و یک مسئله اجتهادی بوده، تفاوت نظر و تفاوت دیدگاه بوده که این هیچگاه منجر به از بین رفتن این وصلت ها و دوستی ها نبوده. و در این جلسه میخوام که در تأیید حرفه های قبلی و یک نمونه دیگر از نمونه هایی که وجود داشته خدمت شما بیان بکنم که یک نمونه بسیار جالبی هست و منحصر به فرد هست در تاریخ روابط میان صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در جلسات قبل من روابط رسول الله صلی الله علیه وسلم را با خانواده های روابط رسول الله و اهل بیت را به صورت کلی، یعنی اهم از حضرت علی، حسن و حسین و زین العابدین و بقیه ائمه شیعه را با اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و در رأس همه با ابوبکر و عمر و عثمان و خانواده های این خلفای ثلاثه خدمت شما بیان کردم. امروزه می‌پردازیم به یکی از نمونه های بسیار جالب در این زمینه که نسب تمام خلفای اربعه را در واقع یک جا جمع کرده. یک نفر که به نام حفصه هست، حفصه الامویه که از قبیله بنی امیه بوده، این در واقع نوه مشترک تمام خلفای اربعه هست، ابوبکر، عمر، عثمان، علی و اضافه بر خلفای اربعه این نوه مشترک خلفای اربعه و طلحه و زبیر بوده. یعنی 6 نفر از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم که در تاریخ اسلام و در تاریخ مبارزات رسول الله صلی الله علیه وسلم نقش بسیار مؤثری را ایفا کردند، قبل از هجرت و بعد از هجرت در حیات رسول الله و بعد از ممات و رحلت رسول الله صلی الله علیه وسلم. تأثیرگذارترین افراد ابوبکر بوده، عمر بوده، عثمان بوده و در وسط حضرت علی رضی الله تعالی عنه بوده، حضرت طلحه بوده و حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه که متاسفانه دشمنان اسلام این 6 نفر را آمدند تقسیم کردند و طبقه بندی کردند. علی رو یک طرف قرار دادند که این علی یک طرف هست و جدا هست از همه این افراد دیگر. این تمامی افراد و تمام این مجموعه دست جمعی همهشون میشوند دشمن حضرت علی رضی الله تعالی عنه. میگن در زمان رسول الله دشمن بودند، قبل از هجرت دشمن بودند، بعد از هجرت دشمن بودند، بعد از وفات رسول الله که تازه میدان رسیده بود و دشمنی خودشون را آشکار کردند. اما اون چیزی که تاریخ به ما میگوید، واقعیت‌های غیر قابل انکار تاریخی برای ما روشن میکند، چیزی غیر از این هست. زیرا که این روابطی که در میان این افراد وجود داشته، وصلت‌های بسیار زیادی که در میان این افراد بوده، از خودشون گرفته تا فرزندانشون و نوه‌هایشون میبینیم که این روابط وجود داشته، این وصلت‌ها ادامه پیدا کرده تا این که نسب تمام خلفای اربعه به اضافه طلحه و زبیر به یک نفر میرسند. یعنی یک نفر میشود نوه مشترک ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر که انشاءالله در این برنامه این مطلب رو خدمت شما بیان میکنم. ما میدونیم که حضرت علی و طلحه، من این دو نفر اینها رو جدا میکنم تا اینکه این شجره و این نسب برای شما کاملا مشخص بشود و برای این که شما بهتر بتوانید این مطلب را درک بکنید و بعدا تحقیق بکنید که به صحت این مطلب برسید، من توصیه میکنم که این اسمها را به همین گونه که من عرض میکنم یادداشت بکنید. اولا روابطی که در میان علی و طلحه وجود داشته، روابطی که در میان علی و طلحه بوده. ما میدونیم که یکی از
فرزندان حضرت علی رضی الله تعالی عنه امام حسین هست که یکی از فرزندان حضرت علی رضی الله تعالی عنه و دومین فرزند ایشان و برادر حضرت حسن. و حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه هم دختری داشتند به نام ام اسحاق. حضرت طلحه دختری دارند به نام ام اسحاق. حضرت حسین و ام اسحاق با هم دیگر ازدواج می کنند، یعنی این که امام حسین رضی الله تعالی عنه می شود داماد حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه. و به تعبیر دیگر فرزندان علی و طلحه با هم دیگر وصلت کردند. فرزندان علی و طلحه با هم دیگر وصلت کردند، به این معنی که حسین می شود شوهر ام طلحه، ام اسحاق. ام اسحاق دختر طلحه هست و حسین هم فرزند حضرت علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین. و ثمره ازدواج میان حسن و ام اسحاق که حسن با دختر طلحه ازدواج می کند و ثمره ازدواجش هست فاطمه دختر حسین. فاطمه دختر حسین. این فاطمه از نظر پدر میرسد به حضرت علی رضی الله تعالی عنه از طرف پدر و از طرف مادر میرسد به حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه. اون گونه که من قبلا در جلسه قبل هم خدمت شما این مطلب رو عرض کردم که فاطمه دختر حسین بوده و این فاطمه دختر حضرت حسین رضی الله تعالی عنه است که از طرف مادر میرسد به حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه. خب این نسبت رو تا اینجا داشته باشیم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه و طلحه فرزندانشون با هم دیگر ازدواج کردند، حسین و ام اسحاق، و رسیدیم به این که حسین و ام اسحاق که زن و شوهر بودند فرزندی داشتند به نام فاطمه دختر حسین. اما این که این فاطمه دختر حسین با کی ازدواج کرد اینو من در جلسه قبل خدمت شما توضیح دادم که فاطمه دختر حسین ازدواج کرد با عبدالله ابن عمرو که نوه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه است. و اضافه توضیحاتی که در این زمینه هست و چگونه با هم دیگر وصل می شوند ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه زبیر، ان شاء الله اینو در بعد از میان برنامه کوتاه خدمت شما باز می گردم. این مطلب رو ان شاء الله کامل خواهم کرد. آره بینندگان عزیز و ارجمند، به اینجا رسیدیم که ثمره زندگی مشترک امام حسین با ام اسحاق که دختر طلحه بود می شود فاطمه دختر حسین. همون گونه که در جلسه قبل هم خدمت شما بیان کردم، فاطمه بنت حسین همسر عبدالله هست. عبدالله هم نوه حضرت عثمان هست. عبدالله داماد حضرت حسین رضی الله تعالی عنه و شوهر فاطمه بنت الحسین هست و نوه حضرت عثمان هست که عبدالله بود اسمش، که داماد حضرت حسین. عبدالله فرزند عمرو هست. عبدالله فرزند عمرو هم پسر عثمان هست. عمرو پسر عثمان. پس بنابراین اینجا به هم میرسیم علی، طلحه و عثمان به هم دیگر رسیدند، زیرا که علی و طلحه با ازدواج حضرت امام حسین و ام اسحاق به هم رسیدند و فرزند مشترکشون و نوه مشترکشون فاطمه بنت الحسین بود و این فاطمه بنت الحسین اینم ازدواج کرد با نوه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه که عبدالله بود و معروف است به عبدالله المطرف، که عبدالله فرزند عمرو هست و عمرو هم فرزند عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه. این عبدالله از جهت مادر میرسد به حضرت عمر. در جلسه قبل هم بیان کردم که مادر عبدالله، این عبداللهی که داماد امام حسین هست، مادرش حفصه هست و حفصه دختر عبدالله هست و عبدالله فرزند عمر هست. عبدالله داماد حضرت حسین رضی الله تعالی عنه از طرف پدر میرسد به حضرت عثمان. عبدالله فرزند عمرو ابن عثمان هست و از طرف مادر میرسد به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. عبدالله فرزند حفصه و حفصه فرزند عبدالله فرزند عمر هست و این فاطمه و عبدالله با هم دیگر ازدواج کردند و ثمره ازدواج فاطمه و عبدالله می شود محمد دیباج.
ثمره ازدواج فاطمه دختر حسین با عبدالله المطرف نوه عثمان و علی می شود محمد دیباج. به تعبیر دیگر فاطمه بنت الحسین نوه مشترک علی و طلحه هست، این دو نفر با نوه مشترکشونه، و عبدالله المطرف نوه مشترک حضرت عثمان و حضرت عمر هست. و از ثمره ازدواج فاطمه دختر حسین با عبدالله نوه عثمان و عمر می شود محمد دیباج که محمد دیباج نوه حضرت حسین هست و پسر دخترش در واقع فاطمه بنت الحسین. پس بنابراین تا کنون این 4 نفر با هم دیگر وصل شدند، علی، طلحه، عثمان و عمر، این 4 نفر با هم وصل شدند. مونده این که ابوبکر و عمر را دوباره وصل بکنیم به این محمد دیباج ازدواج کرد با خدیجه. محمد دیباج که نوه امام حسین هست و عرض کردم قبلا که نوه مشترک علی، طلحه، عثمان و عمر هست، این محمد دیباج ازدواج می کند با خدیجه. خدیجه کی هست؟ خدیجه هست دختر عثمان، عثمان دختر عروه، عروه هم پسر عثمان پسر عروه هست و عروه هم پسر زبیر هست. توجه بکنید، محمد دیباج ازدواج می کند با خدیجه. خدیجه دختر عثمان هست، عثمان فرزند عروه هست، عروه ابن زبیر هست و این عروه ابن زبیر مادرش کی هست؟ مادرش اسما دختر حضرت ابوبکر. قبلا این خدمت شما بیان کردم که حضرت زبیر رضی الله تعالی عنه داماد حضرت ابوبکر بوده، دخترش حضرت اسما را به همسری خودش گرفته بوده و از این وصلت مشترکی که وجود داشته در میان زبیر و اسما دختر ابوبکر، فرزندی به دنیا آمد به نام عروه و عروه فرزندی داشت به نام عثمان و عثمان دختری دارد به نام خدیجه. این خدیجه زن محمد دیباج بوده و ثمره ازدواج محمد دیباج با این خدیجه یک دختری هست به نام حفصه الامویه. به این صورت این حفصه می شود نوه مشترک حضرت علی و طلحه و عثمان و عمر و ابوبکر و زبیر، یعنی خلفای اربعه ابوبکر و عمر و عثمان و علی به اضافه طلحه و زبیر، همه اینها نسبشون در حفصه امویه در واقع جمع می شود و این حفصه امویه می شود نوه مشترک تمامی خلفای اربعه ابوبکر و عمر و عثمان و علی به اضافه طلحه و زبیر. به این گونه که من خدمت شما عرض کردم که فاطمه بنت الحسین نوه مشترک علی و طلحه هست، عبدالله المطرف نوه مشترک عثمان و عمر هست و خدیجه نوه مشترک ابوبکر و زبیر هست و این فاطمه با عبدالله مطرف ازدواج کردند و فرزندشون محمد دیباج هست. محمد دیباج با خدیجه ازدواج کرد و ثمره ازدواجش بود هم حفصه امویه که به این ترتیب می شود نوه مشترک 6 نفر از اصحاب بزرگوار رسول الله صلی الله علیه وسلم، 6 نفری که 5 نفر اونها رو دشمنان در یک جبهه قرار دادند و یک نفر دیگرش رو که علی هست و در واقع مظلوم قرار دادند و تمام این دشمنی ها رو تعریف کردند و این افسانه ها رو ساختند، این دروغ ها رو پرداختند به خاطر این که دشمنی را ایجاد بکنند و ثابت بکنند در میان حضرت علی رضی الله تعالی عنه و ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر. اما این ازدواجی که صورت گرفته که حفصه امویه نوه مشترک تمامی این افراد هست، در واقع این خط قرمز و خط بطلانی هست بر تمامی این افتراها و دروغها. اگر واقعا این همه دشمنی وجود می داشت، این اصلا تضاد دارد که وجود دشمنی با این حجم بسیار بزرگ با وصلتی به این عمق و با این عظمت که با همدیگر به این اندازه در همدیگر تنیده شدند که از همدیگر قابل جدا کردن و انفصال نیستند. پس بنابراین اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم همان گونه که الله متعال اونها رو در قرآن کریم سدوده که محمد رسول الله والذین معه، محمد پیامبر
پیامبر و رسول الله هست. والذین معه، آن کسانی که با محمد همراه هستند، یعنی اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم که اعم از اصحاب هستند و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. خصوصیت چی هست؟ محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار، با کفار سخت هستند. آری مسلمانان اصحاب رسول الله، اونهایی که پیرامون رسول الله هستند، با کفار سخت هستند، دشمنی دارند، عداوت دارند، ارتباط و وصلت هایی را ندارند. اما رحماء بینهم، با هم دیگر مهربان هستند، رحیم هستند، در میانشون عطوفت وجود داره، صمیمیت وجود داره. و این موردی که من عرض کردم نشان از همین رحماء بینهم و این عطوفت و صمیمیت و مهربانی هست که در میان ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر وجود داشته. وقت برنامه ما به پایان رسیده. تا برنامه دیگر که در خدمت شما خواهم بود و مطالبی دیگر، تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الآل نور من سراج محمد والصحب نثر يديه بالأطياب رحماء بينهم ولكن في الوغى أسد على الباغي كأسد الغاب خير القرون هم وليس كمثلهم عظماء بعد الرسل في الأحقاب رحماء بينهم ولكن في الوغى